وظیفه انسان در الهیات. انسان از دیرباز به دنبال معنی خود در جهان بوده است. آیا او یک مبارز است یا بخش از ذات الهی، یا فرمانبردار است یا جویای حقیقت؟ در اسطوره‌های میان رودانی انسان همواره در نبرد با نیروهای شرور بوده است، همیار خدایان در برابر آشوب و تاریکی. در اندیشه روح القدسی انسان تجلی از حقیقت الهی است، پیوند میان زمین و ملکوت، جویای یگانگی با روح ازلی. در الهیات محمدی انسان در برابر پروردگارش تسلیم است. عبادت، اطاعت و پیمودن راه حق مسیر او برای رسیدن به کمال است. اما سقراط می گفت تنها یک چیز ارزشمند است: شناخت خود. آیا حقیقت چیزی است که باید به آن اطاعت کرد یا باید آن را کشف کرد؟ و اکنون تو کدام مسیر را برمیگزینی؟ آیا خود را در یکی از این راه‌ها می‌یابی